بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درسی دیگر از درس های شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و در این جلسه بعضی از مسائل اساسی در سیاست اسلامی را خواهیم خواند. ابتداً صفحه کتاب خدمت شما عرضه می دارم و در عنوان می خوانیم قواعد النظام السیاسی فی الاسلام، قانونها و اساسات نظام سیاسی در اسلام. 4 قوانین اساسی در نظام سیاست اسلامی است که این 4 تا حتما باید در آن وجود داشته باشد. اول شورا که تمام امور کشور بر اساس مشوره باشد و بعدا مفصل شورا را توضیح میده، مفهوم شورا چیست و حکم شورا چیست، دلایل او از کتاب و سنت چیست، تاریخچه شورا در سیاست اسلامی چگونه بوده و چه مراحل طی کرده، یا در واقع امثله در واقع تطبیقاتی برای شورا در تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام خواهیم خواند ان شاء الله. و همچنین بحث عدالت و مفهومش و بحث مساوات و مفهومش و مصداقهایش و حریت و آزادی که هر کدام اینها قبلا هم به نوعی بحث شد، اما حالا به نحو دیگر و به شکل دیگر مفصل روی اینها که 4 اصل اساسی در نظام سیاست اسلامی است توضیح داده خواهد شد. خب ابتداً میریم در این جلسه بحث شورا را میخوانیم. اولا الشورا، تعریف شورا در لغت و در اصطلاح چیست؟ منظور از شورا چیست؟ منظور از مشورت چیست؟ ابن فارس از علمای لغت است، گفته شین و را شوره، شین و را اصل هستند، اصلان متردان، اینا اصلهای مترد و موافق هستند که یعنی ببخشید به دو اصل مترد یعنی میآیند، یعنی به دو معنا در واقع استفاده میشوند. اول ابداء شیء و اظهاره و اظهاره و عرضه. اول یعنی ظاهر کردن یک چیز. کلمه شوره در زبان عربی یکی از معانیه که میده معنای ظاهر کردن، اظهار کردن، عرضه کردن. و معنای دوم اخذ شیء، گرفت شیء، یعنی در واقع داد و گرفت. چیزی ظاهر کن چیزی بگیر، چیزی آشکار کن چیزی بگیر. در مشوره هم همچنینه، در ضمن شورا و جلسه گفتگو میشه، یک اموری آشکار میشه، یک اموری عرضه میشه و یک اموری گرفته میشه. پس مفهوم شورا در به اعتبار اصل که کلمه عربی است در معنای خود این دو معنا رو دارد. بعضی از اهل لغت گفتند از همین باب است شاورت فلانن فی امری، با فلانی در امر خود مشورت کردم. و این کلمه مشورت کردن در اصل باز گفتن مشتق از شور العسل هست. شور عسل یعنی استخراج عسل. عسل از داخل کندو وقتی که استخراج میکنن در زبان عربی این شور عسل میگوید. در مشوره و شورا هم یک عسلی به اصطلاح استخراج میشه از اثر این گفتگو، یعنی نتیجه‌ای که به دست میآید مثل عسل شیرین است نتیجه شورا. فکأن المستشیر یأخذ الرأی من غیره، کسی هم که مشوره میکنه از غیر خود رأی میگیره، کسی هم که استخراج عسل میکنه از غیر عسل استخراج میکنه میگیره. این هم همچنین است. با وجه مناسبت هم توضیح داده که مناسبت چگونه است. خب من اشاره کردم که این خلاصه عسل را از مثل که اونجا از کندو میگیریم، اینجا سخن را از گفتگوی نظریات افراد دیگر میگیریم و او را پاک و صاف میکنیم به نتیجه میرسیم. خب توضیح داده نیاز نیست که عبارت رو بخوانم. و اما تعریف ها اصطلاحاً یک در لغت بود. در اصطلاح منظور از شورا چیست؟ الرجوع الی اهل الرأی. چنین نیست که از هر کس شما چیزی طلب کنین به شما نظر بده این بگین شورا. نه، خیلی افراد هستن اصلا اهل مشورت نیستن یا اهل مشورت هستن اما در این مسئله نیستن. مثلا شما خواسته باشین در یک مسئله طبی مشورت کنین، بدین با یک انجینر مشورت کنین، اشتباه مشورت میکنین. در یک مسئله دینی میخواین با کسی مشورت کنین، اگه پیش یک دکتر میرین اشتباه میکنین. اگه در یک مسئله نظامی میخواین بحث کنین، اگه میرین پیش یک شخصی که تخصص اون نیست اشتباه میکنین. مشوره به جایی نیست. مشوره یک نفر ازدواج نکرده، شما میرین از اون مشوره میگیرین در رابطه به ازدواج کردن. او تجربه نداره، اصلا نمیفهمه. شاید معلومات مطالعه‌ای داشته باشه اما عملی با تطبیقی کار نکرده که بتونه درست درک کنه. لذا تعریف اصطلاحی چیست؟ الرجوع الی اهل الرأی، رجوع کردن به کسانی که اهل رأی هستند، اهل اختصاص هستند در اموری که لا یوجد فیها نص شرعی واضح. این قید میگذاره. ببینید مشورت در اموری که نص قطعی دینی داشته باشد اونجا مشورت نیست.
الا در تطبیقش. مثلا بیایم مشورت کنیم که نماز ظهر را بخوانیم یا نخوانیم، این اصلا مشوره لازم نداره. بیایم یک نفر به او حج فرض شده، بیایم مشورت کنیم به حج برود یا نه، امر الله را اطاعت بکند یا نکند. ما روزه امسال بیایم روزه بگیریم یا نگیریم، بیایم مشوره شورا بگذاریم. اینا کلا اشتباهه. بیایم شورا بگذاریم حجاب باشد یا نباشد، زنها برهنه باشن یا لباس داشته باشن، شراب بخوریم یا نخوریم. اینا کلا از ریشه مشوره باطل است، چون مشوره در امری است که نص قطعی در اون مورد آمده. اما مشوره در جایی می آید که امر قطعی نیامده باشد، یا در تطبیقات. مثلا نماز رو می‌خوایم بخوانیم، اینجا بخوانیم یا اونجا بخوانیم، به امامت فلانی باشد یا فلانی باشد، این میشه مشوره بشه، این چون در تطبیقات مشوره میشه، اما در اصل حکم نمیشه تطبیق صورت بگیره. خب پس لحاظا لا یوجد فیها نص شرعی واضح، در چیزی که نص شرعی واضحی نداشته باشد در اونجا است که شورا صورت میگیرن. للوصول الى الاصلح للامه. هدفم چیست از این شورا؟ هدف این است که به یک امری اصلح، با صلاحیت‌تر، با صلاح‌تر و نیکوتر برای امت، نه برای افراد. شاید در جلسه مشوره میکنیم یک مسئله به نفعش یک شخص از این جلسه هست یا یک گروهی هست، اما به نفع عموم امت و مردم نیست و ملت نیست. این اشتباهی درست نیست. در شورا هدف اصلی باید باشد که به امری برسیم که صلاح بیشتری دارد برای همه مردم و الانفع لها، و نفع بیشتری دارد برای عموم ملت و مسلمین. این شد تعریف شورا. چند تا نکته داشت در تعریف که نکات دقت بکنین متوجه میشین که تعریف خیلی دقیق و زیبا بیان کرده. اول رجوع به اهل رأی، یک قید رجوع بکنیم اما به اهل رأی و اختصاص در امور دیگه، در اموری که در آن نص واضح شرعی نباشد، در اموری که نص داشته باشد این چی دیگه. اما اموری که نص نباشد میشه روی او بحث کرد، میشه گفتگو کرد، میشه مشورت کرد، اما با اهل مشورت، نه ای که هر کس بیاد خود نظر بدهد. برای چی؟ هدفم چیست؟ رسیدن به آنچه که اصلح برای امت است. و المراد بهذا، مراد این است که ان شورا تکون به رجوع الی آراء اهل خبره. میگه نتیجه این میگیریم، هدف این است که شوراییه که رجوع کنیم به نظریات اهل خبره، کسایی که تجربه دارن، کسایی که درک و فهم خوب دارن در یک موضوع، من افراد الامه، من لهم معرفت و تجربه، شناخت دارن و تجربه دارن، به همچین افرادی مراجعه میکنیم. او من اهل الاختصاص بالامر، یا نسبت به همین امر تخصص دارن، خصوصیت و ویژگی دارن. موضوع شورا بالامر، موضوع شورا به امری که موضوع بحث جلسه و شوراست. مثلا که ان یکونوا اطباء ان کان طبیا، اگر مثلا میخوای موضوع طبی را، دولت میخواد در یکی از موضوعات طبی یک تصمیمی بگیره، اینجا نمیتونه برای علما رو بیاره بگه بیاین بحث کنیم، نمیشه، بلکه اطباء رو باید بیاره با اونا بحث کنه. ها باز بخشی که به علوم شرعی ربط میگرفت، باز علما رو باید بیاره مشورت کنه. بخش شرعی او به علمای شرعی، بخش طبی او به علمای طب و همچنین بخش‌های دیگر. او عسکریین این کار عسکریین، اگه بحث عسکری و نظامی بود باز کسایی که نظامی هستن، یا اداریین کسایی که اهل اداره هستند، اگه موضوع اداری بود با کسایی که اهل اداره مدیریت هستند. و هکذا فی کل امر من الامور، همچنین در هر کدام از امور دیگر که در آن نص صریحی و واضحی از کتاب یا صحیح سنت نباشد. لأن ما ورد فيه نص فیجب اتباعه، جایی که نص باشد دیگه شورا نیست، اونجا اتباع هست، پیروی است. و یکون تداول آرا و استطلاع من الشورا، و دیگه اینکه هدف و مقصد از تداول آرا، رد و بدل کردن نظریات، هدف چی باشه؟ لهدف المحدد، هو یک هدف مشخص که رسیدن به رأیی است که محقق مصلحت و نفع برای امت است، مصلحت امت حساب محقق میکنه. این شد تعریف شورا. تا اینجا شناختیم شورا یعنی چی، تعریف لغوی اصطلاحی. ادله شورا، دلایل شورا در قرآن کریم و اهمیتش. 2 آیه در قرآن داریم که بحث شورا را مطرح کرده و در هر 2 آیه اهمیت شورا را ما شما ملاحظه میکنیم. به این خاطر میگه که در 2 آیه در قرآن کریم به معنای عمومی آمده است. اما معنای عمومی که آمده تمام امور در بر میگیره دیگه، که در عموم مسائل میشه مشورت کرد. البته گفتیم الا مسائلی که نص قطعی دارد که جای شورا نیست دیگه. الاولا فی سوره شورا، اول میریم یک سوره ما اصلا در قرآن به نام سوره چی داریم؟ شورا. چرا قرآن کریم یک سوره به نام سوره شورا به ما داده؟
تا اینکه بفهمیم اهمیت موضوع شورا را. و هی مکیه نزلت قبل الهجره. سوره شورا مکی است، قبل از هجرت نازل شده و قبل از قیام دولت اسلامی. طبعا مقدماتی کار شده که مسلمان ها تربیت بشوند بر اساس شورا، نه بر اساس استبداد رأی. در مقابل شورا استبداد است، هر کس به سر خود هر چی میخواد بکنه. الله تعالی در وصف بندگان نیک خود چنین گفته، آیه 38 سوره شورا: والذین استجابوا لربهم، آن بندگانی که اجابت میکنند پروردگار خود را، امر پروردگار را اطاعت میکنند، و اقاموا الصلاة، و نماز را به پا میدارند، و امرهم شورا بینهم، و کارهایشان بر اساس مشورت است در بینشان، و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که به آنها رزق میدهیم نفقه میکنند. دقت کنید، بعد از اجابت الله که ایمان به الله و اطاعت از الله و پذیرفتن امر الله است، نماز را آورده که از ارکان اسلام است. باز با آخر زکات را آورده، مما رزقناهم ينفقون، بحث زکات مطرح میشه، صدقات است. در وسط دو رکن اساسی اسلام، نماز و زکات، شورا را آورده جای داده. لذا دیدگاه های علما در این مورد ببینیم. شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله در تفسیر این آیه، در تفسیر خود چنین گفته است: و امرهم ای الدینی و دنیوی، چه امور دینی چه امور دنیوی، در هر کدوم شورا بینهم، مشورت میکنن بین خود. البته در اموری که بحث مشورتی هست، بعدا دید مفصل‌تر توضیح میده. ای لا یستبد احد منهم برأیه فی امر من الامور المشترک بینهم، یعنی هیچ کدام استبداد نمیکنن در امور مشترک، در اموری که برای عموم ملت و مردم هست، هیچ کس استبداد رأی ندارد. و هذا لا یکون الا فرعا عن اجتماعهم. نکته زیبایی رو اشاره میکنه، میگه شورا زمانی میآید که این مردم با هم مجتمع باشند، اتفاق و اتحاد داشته باشند، و توالف الفت داشته باشند، توادد دوستی داشته باشند، تحابب محبت داشته باشند. لذا فمن کمال عقولهم، از کمال عقلهایشان این میشه که وقتی میخوان کاری را انجام بدهند که آن امر تحتاج الی اعمال الفکر، کاری است که نیاز به کار انداختن فکر دارد و رأی دارد، در آن اجتماع میکنند، با هم مشاوره میکنند، بحث میکنند تا به نتیجه برسند. حتی اذا تبینت لهم المصلحه، تا اینکه مصلحت برایشان آشکار شد در نتیجه شورا، انتهزوها، او را میگیرند و بادروها، به سرعت او را انجام میدن. مثل چی؟ و ذالک که رأی فی الغزو والجهاد، مثلا در جهاد، در جنگیدن با دشمن، و تولیت الموظفین لامارة و قضاء، یا مثلا میخوایم وظیفه داری تعیین بشه در فلان شهر، در فلان جا، مشوره صورت بگیرد چه کسی باید تعیین بشه، چه کسی به صلاح امت است، چه کسی نفعش بیشتر میرسه، او غیرهما. نه که استبداد باشد، والله رئیس دولت میگی پسر عمه خاله من است، خلاص بیا که چی کنی. پسر عمه خاله و پسر عمه مادر هم میشه خاله است. سختی سخن که نه، چیزای عجیب غریب و طولانیه، یا به نوعی خلاصه وصل هست. همه مسائل ارتباطات و به اصطلاح لیاقت نه، بلکه رابطه دیگه و شناخت و پارتی. و یظهر لنا من هذه الآیه الکریمه، از این آیه کریمه به ما واضح می شود که الله سبحانه و تعالی ذکر الصفات الاساسیه التي تميز المؤمنین و مدحهم بها. الله متعال صفات اساسی مؤمنین اینجا یاد کرده، بعضی از صفات خاص مؤمنین را که از دیگران جدا می شوند، با تمیز می شوند، و از ضمن این صفات شورا را بیان کرده. یک صفت دینی است، یک صفت ایمانی، یک صفت اسلامی است، و این افاده می کند که شورا از خصائص مسلمین است. اصل ایه که هر مسلمان باید اهل مشورت باشد. حتی مرد در خانه خود باید با خانم خود مشورت کند، کارها را انجام بدهد، با اولاد خود مشورت کند، کارها را انجام بدهد. حتی در قرآن ما داریم در مورد از شیر باز کردن بچه که زن و شوهر باید با هم مشورت کنند. بچه را قبل از 2 سال اگه میخواستن از شیر باز کنن، باید بر اساس مشورت باشد. در سوره بقره جزء 2 داریم این بحث. یجب ان یتحلوا بها، لذا مسلمین باید متحلی و متزین باشند به این صفت نیک، یعنی به شورا. سواء کانوا یشکلون جماعه لم تقم لها دوله، فرق نمی کند گروهی باشند که دولتی تشکیل ندادن، مردمی هستند، گروهی هستند، مدرسه ای دارن، به حساب دیگه دفتر دایره ای دارن، بخش مؤسسه کمکی برای مردم دارن، هر چی که دارن، شورای محلی دارن، باید با هم شورا و گفتگو داشته باشند. کما کان حال المسلمین فی مکه، مثل که حال مسلمان‌ها در مکه بود، دولتی وجود نداشت اما مشورت وجود داشت. یا اینکه دولتی قائم بالفعل تشکیل دادن، مثل حال در مدینه که بود، بازم در اونجا مشوره و شورا بود. پیامبر صلی الله علیه و هم در مکه با صحابه مشورت داشت، هم در مدینه، و آیه‌ای که نازل شده در مکه نازل شده.
و یرا بعض الباحثین، بعضی از محققین رأیشان این است از خلال تدبر در آیه‌ای که قبلا خوندیم از سوره مبارکه شورا، گفته که شورا پس وصف لازمی مؤمنین است مثل نماز. مثل که مسلمان بدون نماز نمیشه، مسلمان بدون شورا هم نمیشه. یعنی مسئله شورا همین قدر مهم است. کارهایی که انجام میدیم بر اساس مشورت. فاذا لم یسمح للمسلم، پس همچنان که برای مسلم اجازه نیست که نماز را ترک کند، همچنین جایز نیست که اقامه شورا را ترک کند، خصوصا در اموری که مصالح عمومی ملت و امت است. مسائل عمومی مردم نباید به رأی خود تو بیا یک نظری بدی و کار انجام بدی. درسته تو خیلی فهمیدی، تو خیلی هوشیاری، تو خیلی زیرکی، اما انسانی اشتباه میکنی و شورا و مشورت جلوی اشتباه میگیره. میتونه نفس تو حتی دخیل بشه. شورا جلوگیری میکنه از خطای در رأی، از غلبه نفس و شهوت، از پارتی بازی و گروه بازی. شورا جلوگیری میکنه. و یتأکد ذلك، و این امر تاکید میشود به اینکه الله عزوجل صفت شورا را بعد از صفت نماز یاد کرده که ستون دین است و قبل از صفت زکات یاد کرده و این دلالت میکند به بزرگی شأن شورا که این مطلب در الشورا و اثر و دموکراتیه صفحه 52 53 بحثی در این کتاب توضیح داده. آیه دوم در سوره آل عمران است، در ضمن مسئله جنگ احد، آیه 159 که در اونجا الله متعال میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمت الله است که تو برای اینها نرمی کردی، نرم بودی در مقابل یاران خود ای پیامبر. ولو كنت فظا، اگر ای پیامبر تو درشت خو می بودی، غلیظ القلب، سنگ دل، سخت دل می بودی، لانفضوا من حولک، این یاران تو از دور تو پراکنده می شدند. فاعف عنهم، پس آنها را ببخش چون اشتباهی در غزوه احد کرده بودند. واستغفر لهم، آنان را ببخش. و شاورهم فی الامر، و با آنها در امور مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که عزم کردی، این باز یک بحثی است که بعدا میخوانیم که بعد از شورا به حساب حالا فیصله به اساس شورا فیصله میشه یا خود امیر باز در نتیجه شورا تصمیم میگیره. این بحث بعدا بیشتر توضیح میدیم. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی عزم کردی بر الله توکل کن. ان الله یحب المتوکلین، همان الله متوکلان را دوست دارد. خب تتضمن هذه الآیه الکریمه، این آیه کریمه در ضمن خود دارد یک امری را از جانب الله. ببینید اینجا اونجا شورا صفت لازمی مسلمین و مؤمنین یاد شد، در اینجا امر به شورا شده، او هم برای کی؟ برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی به پیامبر با او درجه بلند فهم و درک و رابطه با الله و عقل و درک، با تمام اینها باید که با یاران خود مشورت کنند. فاذا کان الله عز وجل یأمر رسوله صلی الله علیه وسلم، وقتی الله پیامبر خود را دستور میدهد به شورا به همراه کمال عقلش و جزالت رأیش، قوی بودن رأی و نظرش و نزول الوحی علیه، وحی هم بر او می آمد و طاعت او هم بر خلق واجب است در آنچه که دوست داشته باشند و بد ببرند، فکیف بغیره، غیر پیامبر چگونه نیاز به مشورت ندارند؟ چگونه نفر میگه خود او فیصله میکنه، میگه من چنین گفتم، رأی هیچ کس هم برای او اهمیت و ارزشی ندارد. و یرد هذا الامر الالهی، و یرد و وارد می شود این امر الهی در سیاق ارشاد پیامبر به تودد الی جماعت المسلمین. بحث شورا در کجا آمده؟ در بحثی که ای پیامبر تو باید با یاران خود دوستی داشته باشی. پس شورا در اثر دوستی سبب محبت میشه، سبب از بین رفتن شک و شبهات و کینه ها و کدورت ها میتونه بشه. لذا پیامبر با عنوان رئیس دولت اسلامی باید با یاران خود، با رعیت خود، با مردم خود دوستی داشته باشد. حالا در ضمن دوستی چی را آورده؟ شورا را قرین او کرده. پس شورا از صفات رحمت است، از صفات لین و نرمی است. کسی که با یاران و افراد خود، دوستان خود مشورت ندارد، یعنی چی ندارد؟ نرمی ندارد به اونها و این سبب پراکندگی می شود. و این شورا وسیله دوری از فظاظت، تندخویی و سنگدلی است، سختدلی است. و عفو از ذلاتیم، این در ضمن چی آورده؟ عفو از لغزش‌هایشان آورده و استغفار برایشان. پس بناهن آیه مبارکه ارشاد میکنه انها جاءت تبین سلوکا یجعل رئیس الدوله محبوبا، یک روشی، یک رفتاری یاد داده که رئیس دولت میتونه محبوب ملت و مردم خود باشد. چه زمانی رئیس دولت محبوب ملت و مردم میشود؟ که با آنها نرمی داشته باشد، رحمدلی داشته باشد، عفو و گذشت داشته باشد و دیگه اینکه چی مشوره و شورا داشته باشد. مرغوب میشه در نزد جماهیر مردم. این الناظر فی امر القرآن الکریم به شورا، حالا کسی که نظر کند
در این امر الهی که به مشورت دستور داده شده و تدبر کند به منافعی که مرتب می شود بالای شورا، شک نمی کند که چقدر مسئله شورا در نظام سیاست اسلامی اهمیت دارد. حالا به طور نمونه بعضی ها را اینجا میگه ما یاد میکنیم. اول اینکه فایده های شورا. ذکر مدح المؤمنین به شورا بین رکنین عظیمین. دقت کنید میگه در آیه قرآن بین دو رکن بزرگ اسلام، نماز و زکات، چی آمده؟ شورا آمده. و به این سیاق آوردن میگه خواهش میکنه که خیلی دلالت میکند علی خطورت البالغه، بر اهمیت بسیار مهم او و عزم شأنش. شأن او خیلی بزرگ است. پس دوم، ان الامر اذا تم من طریق المشاوره، از طریق گفتگو و مشوره اگر یک امری فیصله بشه، تقل فيه نسبت الخطا، نسبت خطا در او کم میشه. حالا یک فرد اگر یک تصمیمی میگیره احتمال خطا در او بیشتر است تا اینکه شورای با هم گفتگو بکنن. اون نظری میده، این نظری میده، خطاها جلوش بیشتر گرفته میشه. و تکثر الاصابه، به صواب رسیدن و به قول درست رسیدن زیادتر احتمالش میشه. فإن الحاکم مهما بلغ من رجاعت عقلی، حاکم به هر درجه‌ای که برسد از قوی بودن عقلش و سعت اطلاعاتش، معلوماتش خیلی بالا باشه و کثرت تجارب داشته باشه، باز هم محدود است به نقصان بشری که از او انفکاک نداره. بشر از انسان است، اشتباه میکنه، خطا میکنه، پس باید شورا صورت بگیره. سوم، چون انسان محدود است، لازم به وسیله شورا بیاییم محدودیت کمی وسعت ببخشیم، یعنی از محدودیت خود بکشیم، کمی مشکلات خود آسان‌تر کنیم. ما انسان هر چی دانا باشه علم او یک محدوده، خیلی کمه به اصطلاح. وقتی که شورا میشه علم زیادتر میشه دیگه، از محدودیت او کمی کشیده میشه، وسعت پیدا میکنه، دانش، تجربه، فهم، درک. سوم، شورا در حقیقت توزیع مسئولیت است. فایده دیگه شورا این است که اگر حاکمی، رئیسی، بزرگی، استازی، هر کس که است یک تصمیمی به تنهایی خود میگیره، عواقب او کلا میاد بالای خودش. اگه خوب بشه از او شمرده میشه به اصطلاح، و اگه بد بشه بر علیه اوست. دیدی تو هم این کار کردی، تصمیم تو بود که چنین شد. اما وقتی شورا میکنه بر اساس مشورت، این مسئولیت رو تقسیم میکنه. شورا کلا فیصله میکنن، به نتیجه میرسن، بر اساس نتیجه آراء شورا کار انجام میده. حالا اگر خوب شد از کل شوراست، اگر اشتباه شد بازم از کل کی شوراست. مسئولیت تقسیم شده. فلا تقع نتیجتها مهما کانت، نتیجهش هر چی که باشد بر کاهل و شانه یک نفر مشخص نمیآید، بل یتقاسمها الجمیع، همه به شانه خود او رو میکشن. متهم یکی نمیشه، انگشت به طرف یک نفر دراز نمیشه. فلا یتلاوم الناس و یتنافرون، چنین نمیشه مردم یکدیگر رو ملامت کنند و سبب نفرت و مشاجره و اینها بشه اگر نتیجه بر خلاف اراده ایشان باشد. من میگم مشوره کردیم دیگه، نتیجه همین شد. شخص معینی نیست که حالا او رو ملامت کنی، همه هست. چهارم، یعنی سبب میشه که باز اتفاق و تماسک ملت و مردم و دولت از بین نره. چهارم، المجتمع الذي تطبق فيه شورا، جامعه‌ای که در او شورا تطبیق میشود به وجه شرعی، به وجه درست او، یشعر فيه الافراد بالمسئولیت تجاه قضایاهم دنیویه و دینیه. مردم همه احساس مسئولیت میکنن. وقتی مشوره از هر کدام گرفته میشه، از فهمیدگان، از فریختگان، کسایی که اهل فهم و درکن، همه احساس مسئولیت میکنن در امور دین و دنیای خود. که ما مسئولیم، ما باید مشوره بدیم، باید نظر بدیم. این دولت مشوره میگیره، نظر میگیرد، رأی همه مهم است در اینجا. بیایم پس نظر بدیم، رأی بدیم که این مشکل حل بشه. ولا تجد ذلك المجتمع يعاني من مرض اللامبالات، این جامعه از مرض بی‌پروایی نجات پیدا میکنه، از این رنج نمیکشه از مرض لامبالاتی، بی‌پروا بودن، لاابالی بودن در مقابل قضایای قطیره امت. اگر کشوری باشه که نه حاکم او مشوره میکنه، نه هر کار دلش میخواد میکنه، اصلا مردم خبر نمیشن که حاکم چه کار میکنه چی نمیکنه، لازم مردم میگن بابا به ما چی ربطی داره. نه کسی از ما میپرسه تو سر پیازی، نه میپرسه ته پیازی. لازم وقتی ما ارزش نداریم، دانشمندان کشور، فهمیده های کشور، لحاظا این سبب میشه یک شگاف عمیقی بیایه در بین فهمیدگان ملت و در بین دولت. و دیگه این مردم این دولت را از خود نمیشمارن. چرا میگن با ما حرفی نمیزنه، دولت کار خوده میکنه، لازم عواقب هم بالای خود اوست، هر نتیجه هم بیاد از خود اوست و ملت هم از خود نمیدانن.
اما شورا اگر بود سبب انسجام و الفت میشه. پنجم، الشورا وقایة للمجتمع. شورا وقایعی است، وسیله حفظی است برای جامعه از اضطراب، از پریشانی، از عدم استقرار. در جامعه کشوری که مشورت و شورا و گفتگو نباشد استقرار نیست، اضطراب است، پریشانی است، دگرگونی است، آرامش وجود ندارد، اعتماد وجود ندارد، اطمینانی نیست، چون هر کس به سر خود کار میکنه. فهی تولد الثقة بین الحاکم و المحکوم. شورا سبب میشه که اعتماد بین حاکم و محکوم بیاید. حاکم میای با مردم خود صحبت میکنه، حرف رو میشنوه، قبول میکنه، میپذیره، مردم میبینن، تماشا میکنن، لذت میبرن از این و سبب اعتماد میشه. مردم اعتماد با حاکم میکنن، حاکم اعتماد به مردم میکنه. اما شورا که نبود، هر دو از هم میترسن. مثل که دو نفر فرض کنیم شب تاریکی به راه با هم میرون، این خیال میکنه او دزد است، این خیال میکنه این دزد است، در حالی که هر دو هم دزد نیستن. اما چون با هم ارتباط شورایی ندارن، هر دو به هم دیگر به چشم دزد نگاه میکنن و از یکدیگر وحشت دارن. اگر شورا بود فتزول الاحقاد، کینه ها از بین میره و یذهب التدابر و التنازع، پشت کردن به یکدیگر، منازعه و کشمکش از بین میره. فشورا صمام و امان. شورا سداد، وسیله محکم شدن امان است. صمام یعنی سداد، محکم شدن امان است. امانت محکم میشه، امنیت محکم میشه، اعتماد پیدا میشه. و شورا حاجزی است، پرده است عن الفتن و القلاقل. فتنه ها و قلقله ها و بهمریزی ها در کشور، اضطرابات از بین میره بر اساس شورا و گفتگو و اعتماد که در نتیجه او به دست میآید. لان من خلالها تدرس المسائل. در خلال شورا هست که مسائل مورد بحث و گفتگو قرار میگیره و قضایا از جانب اهل حل و عقد و علما و خبرا، هر کدام در رشته خودش. فاما ان یؤخذ بها، حالا در جلسه صحبت میشه، یا رأی و نظر یکی گرفته میشه یا رأی و نظر یکی رد میشه. و علی کل الحالین ترتاح النفوس. در هر حالت نفس ها راحت است. جلسه هر کس نظر خود میده، اون نظر دیگه نقد میکنه، در صفا و صمیمیت نظریات گفتگو میشه تا به این نتیجه برسن. و تزول الدخائن، کینه ها از بین میره، که البته این ریشهش باید که افرادی در جلسه باشن که اینها واقعا خیرخواه دین و دنیای ملت و مردم خود باشن، خائن نباشن، امین باشن. و بذلك یسود المجتمع الترابط. به این طریق بر اساس شورا سبب میشه که در جامعه ترابط، یعنی رابطه به دیگر، برادری، محبت، الفت، تراحم در بین حکام و محکومین سید بشه، سردار بشه و حاکم بشه. این 5 فایده. ششمین فایده، ان الواقع التاریخی، واقع تاریخی، آنچه که در تاریخ ما واقع شده، در طول تاریخ ما ببینیم، از تاریخ درس بگیریم، شاهد است بر این که اسعد الاوقات، با سعادت ترین دوره هایی که امت اسلامی بر آن گذشته، زمانی بوده که شریعت الله تطبیق می شده و صاد مبدأ شورا، و قانون شورا حاکم بوده در زندگی ملت و مردم. تا زمانی که مردم بر اساس شورا کار کردن، به سعادت و نیکبختی بودن. مثل که بدبختترین حالات زمانی بوده که شورا از جامعه رخت بربسته و استبداد منتشر شده، زورگویی، هر کس نظر خود گفته. الذی تولدت عنه النزاعات والفتن، که سبب شده نزاع به وجود بیاید، فتنه به وجود بیاید، به سر و کله همدیگر زدن به وجود بیاید. اینا همه از چی میشه؟ از دوری از قاعده و قانون شورا. خب تا اینجا ما و شما تعریف شورا شناختیم. 2 آیه از قرآن تحلیل و توضیحات رو خواندیم که اهمیت شورا رو بیان میکرد، به دستور و امر به شورا و فواید شورا رو خواندیم. و حالا میریم جلسه بعدی انشاءالله تطبیقات شورا در عهد نبوی و خلفای راشدین، که چی آیا پیامبر و خلفای راشدین به اساس شورا عمل کردن، کار کردن یا نکردن؟ قرآن خب دستور داده بود به اونها و یقینا اونها پیرو کتاب و سنت بودن. حالا ببینیم که در جلسه آینده میخوانیم که چگونه عمل کردن و چه تطبیقاتی برای این موضوع وجود دارد. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را بیداری نصیب بکند و توفیق بدهد که نظام شورا در بین امت اسلامی حاکم باشد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.